اگه یادش بره که بعد با من داره. آقا ولمون کن بذار چون مادرت این صدا چیه لعنت بود وای خدا برو دیگه برو دیگه. سلام رفقاتون چطور امیدوارم هر جا که هستین سلام و سلامت خوشحال و شاد باشین. من سینام و خوش اومدین به این ویدیو. تو این ویدیو اومدم سراغ بازی Left Behind، یه بازی ترسناک دیگه که هیچ ایده ای ندارم باز چیه. یه چیزای کوچیکی خیلی خوندم، ولی اگه معرفی بازی رو میخواین حتما به این ویدیویی که یه جا میاد شایدم نیاد، یه ویدیو کوتاه درست کردم در مورد معرفی بازی، یه سر بهش بزنین تا بفهمین چی به چیه. بی معطلی بریم سراغ بازی. فقط یاد نره قبلش لایک و سابسکرایب کنی اگه ویدیو رو دوست داشتی، چون کمک خیلی زیادی به من میکنه. و برو که بریم. جنیوری سال 2006 received a call from نمیدونم کجا، یه تماس دریافت کردیم. مهم نیست اصلا مهم نیست. لوکیشن somewhere in woodland، سرزمین چوب، یه جایی توی سرزمین چوب. خب مثل همیشه اول لک داریم. چرا چیز نداریم؟ فوریه سال 2006 اینجا باید همون جا باشه. داشتم دنبالش میگشتم، الان درست میکنم. یکم تنظیماتش چیزه. Send did not provide me with the location. یکی اون گفتش که اون سازه خیلی خاصیه و من خیلی مشتاقم بدونم که چیو میگه. یعنی چی منظورش از خاص بودن؟ یعنی چی؟ خیلی خوب. خب یکم از گرافیک بازی کم کنیم. چرا نداره پس تنظیمو؟ اگه الان میکروفون بازه؟ اوه میتونیم، فکر کنم میتونیم با کاراکترها حرف بزنیم. آره یادم نبود. چرا همه بازی ترسناک اول با یه ماشین قدیمی باید بری توی جنگل؟ همشون همین جوریه. حالا مثلا رزیدنت ایول 7 رفت اون خونه بیکرا، اوتلس 1 رفت تیمارستان، کلا همیشه پای جنگل. یکی اون گفتش که خونه یه وری همین وراست، حالا کدوم وراست نمیدونم. چه گرافیکی داره، چقدر رنگ و لعاب همه چی. و جالبه اصلا لگ نیست. ببینم صدای لپتاپ، فن لپتاپ هم اونجوری کار نمیکنه. جالبه. یکی امیدوارم به هیچ حیوان یا چیز وحشی برخورد نکنم تو این جنگل تو راه. اصلا نمیدونم دارم کجا میرم. رد ماشین رو فقط دارم دنبال میکنم. خیلی مشتاقم که بدونم چرا اون فروشنده ارزون یا سریع میخواست بفروشه این خونه رو. آخرشو نخوندم. برس دیگه لامصب. خب کم کم فن لپتاپ داره شروع میکنه کارش رو. اگه یادش بره که بعد با من داره. میگه که این خیلی جای خاصیه برای یه همچین خونه ای. خیلی آرامش بخشه. آره بذار شب شه میفهمی آرامش بخش یعنی چی. اینجا یه لحظه وایس ببینم اون چیه. میگه که اگه مثلا پیداش نکردیم میتونیم بیام اینجا استراحت بکنیم یه تایمیو. آتیش روشن کن و بخواب. بریم احتمالا پیش همون چیزه. آخه چه خوابی داری میری دنبال خونه وسط جنگل؟
چرت، خب برو تو ماشینت بخواب. خب الان چجوری آتیش من روشن کنم؟ پرس ای. یا حسین الان کجا آتیش روشن کرد؟ سلام. خب الان دوباره بخواب. شب شد نه؟ بدبخت شده دیگه، بدبخت. خاک تو سرت، خاک تو سرت. خوابت برده ها؟ نمیدونی ساعت چنده؟ من بهت نگفتم برو تو ماشین بخواب؟ وای میگه لعنت بهش، باید برم سری سوار ماشینم بشم. اینجا خیلی تاریک و ترسناکه. الو. وای چی دیده نمیشه بابا، یه تنظیماتی، یه چیزی. یه چه اشتباهی بدی کردم تو جایی که نمیشناسم خوابیدم. و چرا واقعا باید اونجا بخوابی اصلا از یا حسین. برو 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 برو، ما که بدبخت شدیم دیگه. برو برو. معلومه که ترسناکه، خب وقتی تنهایی تو جنگل باشی ترسناکه معمولا. ببین با این صدا نمیتونی منو بترسونی. ببین نمیتونی دیگه، این چیزا از ما گذشته. حالا هر صدایی میخوای در بیار، صدای حیوان در بیار، آدم در بیار، هوهو باد در بیار. صدا بازی لعنت بهت. نه من نترسیدم، نه من نترسیدم، فقط دارم تو خودم. نه من نترسیدم. اچ این ور ماشین. اه. خب بریم اینجا دور بزنیم. آهان از این پله رد شدیم و یه وایس من کجام؟ میگه مطمئنم این راه برگشه. میگه ولی این ساختمونه کجا اومد؟ وای وای. بذار بریم آقا، راهمونو بریم بابا، راهمونو بریم مستقیم، ببینیم کجا میرسیم. ماشین برو برو. چیو باید چک کنی؟ بابا سوار شو برو، جون مادرت. وای باید بریم تو خونه ها، باید بریم تو خونه ها. برو. وای میگه نکنه این همون جاییه که اون فروشنده به من گفته. وای وای ای رو بزن. Of course the lion right I have. خب بابا اونو از اول بیار دیگه، الان دوباره باید برگردیم تو ماشین. خیلی خوب بابا بدو دیگه، خد آروم میری. ماشین کو؟ اونه؟ بابا به خدا اینجا بود. وای
جلوتر نمیره. باید برگردیم. وای به خدا در باز. ببین گفت نداره. دیدی گفتم. دیدی گفتم. وقتی بریم تو دیگه راه برگشت نیست عزیزم. خداحافظ. بریم تو. چرا انقدر ساکت شد؟ یه خیلی ترسناک و قدیمی به نظر میرسه اینجا. بقیه شد دیگه نتونستم. نگاه کن خدایا، یا خودت. بالا که عمرن نمیریم. حالا فعلا بیمارستان تیمارستان چیه این؟ درمه ریش چی؟ اینم هیچ. اینجا هم که چی؟ بریم بالا دیگه. برو بالا. یه سلام، کسی اینجا هست؟ Hello! Is anyone here? معلومه که هیچی اینجا نیست. چی با خودم فکر کردم؟ Door is locked. Okay. خب این در. الو. شاید اینجا کلیدی چیزی باشه. کلید. آها کلید برداشتیم. دیدی گفتم اسکی بوکس. خب به کجا کار میکنه حالا؟ نمیدونم. اونشو نمیدونم. بریم مثلا اینجا ببینیم برای کجاست اون کلید. برای اینجا که نبود. این بالام که بسته است. اینجا چی؟ اینجا کلید میخوره. احتمالا این داره. احتمالا برای این در باشه. وای باز شد. والا باز شد دیگه. آها بابا چقدر سخت میکنی کارو. ببین این گفله، این لامصب هنوز گفله.
میدونی کم کم داره حالم از این بازی به هم میخوره. آهان بالاخره این در رو باز کن. نه بس باز کن. آهان باز کن. خب بیشتر، یکم بیشتر. آهان خب اینجا چیه؟ لامصب آخه این چیه ساختی؟ این بازی هم فکر کنم یک نفر ساخته اونجوری که تو چیزش میخوندم. رید چیو؟ خب mechanisms glowing shadows near lights all gone darkness glare in the corner speak to grow with it to be told to kai ability to as صدای منو نداشتین؟ ای وای من میکروفونو خاموش کرده بودم. الان چیکار کنم اون تیکه رو؟ این همه رفتیم. احتمالا باید دوبله کنم صدای خودم. درک اینجا چوب موب رفت. کی این کارو کرد؟ این اصلا شوخی با مزه نیست. خودتو نشون بده. اون در اونجا در هست. اونجا در هست. درم بازه. بریم به سمت بیرون. جون مادرت ما رو نترسون. الو هدفون اذیت میکنه. وای ای وای در باز شد.
یه دری باز شد. یه دری یه وری باز شد. ولی صدای در اومد، نمیدونم بالا اومد یا اینجا بود. وای 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 وای. اصلا این وضع دوست ندارم. بس جون عزیزت. یا کی اومدن اینجا؟ آقا ولمون کن بذار. یا خود خدا. بابا برو پی کارت. وای. برو جان مادرت. بریم سمتش ببین چی میشه. آقا ولمون کن، من موهای تنم سیخ شده. وای در کنده شده. پس دیوار کو؟ چرا دیوار شد اینجا؟ آقا غلط کردم، به خدا غلط کردم. وایس ببینیم چی هست اینجا. اینو برداریم. احتمالا اون دره رو میتونیم باش باز کنیم. من نمیخوام که خودم رو درگیر این چیزا کنم، ولی فکر میکنم که چاره دیگه ای ندارم. به نظر میاد که این بهترین کاریه که میتونم انجام بدم حداقل. امیدوارم که چیز درست، یعنی انتخابم درست بوده باشه. خدایا کمکم کن. چیزس کرایست کمکم کن. البته لرد به چیز میگن دیگه، خدا میگن فکر کنم، یا به خب این در رو باز کن. آهان خب این سیستم در باز کردنش خیلی مسخره است. خیلی خب اینجا چیه؟ چی میشه اینجا؟ یا حسین یا حسین، تو رو خدا به من دستبند نزن. اینجا کجاست؟ اتاق بیماراست. یه صدای ترسناک دیگه که مثلا میخواد نترسونه، ولی من صدایو کم. یا حسین وای. بسم الله الرحمن الرحیم. برو ای جنت. لامصب. کلید. روم کی؟ سرجری روم کجا میشه؟ وای اون ورم درش باز شده یهو. وای 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 فرار کن بودو. چون مادرت این صدا چیه لعنت بود؟ وای خدا برو دیگه، برو دیگه، برو. چی شد؟ چی شد الان؟ چرا در بسته شد؟ وای ببین به من دستبند نزن. باز شوی در لامصب. آها خب سرجری روم کجاست؟
بس کن لعنت بهت. وای رفت از اول، یعنی مردیم. وای 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 فکرنده راه نیستش، مردیم. وای راه فراری هم نیستش. فرار کن فرار کن، هیچی نیست. خب بیا قبل، بودو بودو بودو. ای بابا بازم شده. واقعا نمیتونم، واقعا نمیتونم دیگه، بستمه. خب رفقا ممنونم که ویدیو رو تا اینجا دیدین. میدونم نتونستم تمامش کنم، واقعا دیگه مغزم نمیکشید، دارم میمیرم از ضربان قلب و استرس و اینا. خیلی عذر میخوام و خوشحال شدم که ویدیو رو تا آخر دیدی. اگه دیدی ممنون شم لایک و سابسکرایب کنی ویدیو رو، و تا ویدیوی بعد خداحافظ.